سلام بیننده عزیز، با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. در این برنامه از تازه ترین خبرها خواهیم گفت. امروز 30 اپریل است. برنامه رو من مومن احمدی تقدیم شما میکنم. خلاصه خبرها: نرخ بلیط پرواز بر روسیه تا 4000 سامانی بالا رفته است، ولی نه همه خواهشمندان سفر بر روسیه به این کشور راه می‌یابند. مردم غریب در ایرپورت ونوکوا айдин آمدیم یک سوتکا میشه نمیمونه که بگذاریم. یک سازمان بین المللی حکومت تاجیکستان را برای تعقیب فعالان و منتقدان و بازداشت‌های خودسرانه تنقید کرده است. دستم را شکستند در نزد قانون جواب دهند. ساکنین ناحیه واسع از امامعلی رحمان و رستم امامعلی خواسته است که در تحقیق لت و کوبش دخالت کنند. جنایت پیشگیر کنیم، پیشگیر نکردم. زنگ تلفن باوری وزیر در مرزبانان روس به 20 تن از مهاجران تاجیک در فرودگاه ونوکووی مسکو اجازه ورود بر روسیه را ندادند. یک تن از مهاجران با ارسال نوار بر رادیو آزادی گفت که آنها روز 29 اپریل از دوشنبه به ونوکوو پرواز کرده بودند. مقامات روسیه سبب راه ندادن 20 مهاجر از تاجیکستان را شرح ندادند. این احوال مردم غریب در ایرپورت ونوکوا айдин آمدیم یک سوتکا میشه نمیمونه که بگذاریم. این اینجا جای خوب مونه. 20 کس زیاده گردوندگیم. روز 10 اپریل نیز 20 مهاجر تاجیک را که از فرودگاه ونوکوو اجازه بر روسیه وارد شدن نداده بودند پس از 3 روز به تاجیکستان پس گرداندند. در بیشتر موارد مقامات روسیه دلیل اخراج مهاجران را شرح نمیدهند. دادستانی کلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اول امسال اعلان کرد که در سال 2024 بیش از 30,000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شده است. حامیان حقوق مقامات روسیه را برای نقض حقوق مهاجران، فراهم نکردن شرایط درستی کار و زندگی و فشار و اذیت تنقید می‌کنند. با وجود فشارهای مقامات روس و راه ندادن مهاجران بر روسیه، تعداد خواهشمندان سفر به این کشور از تاجیکستان کم نشده است. ضمناً شرکت‌های هواپیمایی نرخ بلیط‌های سفر بر روسیه را گران کردند. مهاجران از این شکایت دارند. تفصیلات در گزارش براد یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب. برخی از ساکنان تاجیکستان نگرانند که با شروع موسم سفر مهاجران به روسیه بلیط هواپیما به مراتب گرانتر شده است. یک سال پیش چند گرفته بودن 2800 بود، 2900 بودم. خیلی قریب 4000 قریب 4000 بخواه اکو با اوضاع کدیستن که بعد از همون نهمی ماه با 5000 میشد 6000 میشد. خیلی گفتیستن نمیدونم اکو خدا شکر. در بلیط فروشی‌های نزد بازار سابق شاه منصور دوشنبه شماره افرادی که چیپتا می‌خرند چندان زیاد نیستند. اما فروشندگان میگویند با وجود طلبات کم نرخ بلیط به شهرهای روسیه بالا رفته است. نرخ بلیط ها از کلاس وابسته میشد. مثلا شما 2 هفته پیش اگر بلیط خرید کنید بلیط ارزانتر وای میکنید میگیرید. اگر هوای روزا نزدیک اومدن گیرد بلیط ها 3% قیمتتر میشه. هر یک کلاس با 20 جای جدا کرده میشد نه پریمیر. برای همین بعد وای دامو خریدن میگیرن نرخ بعد استوستا قیمت شدن میگیرد. از همین وابسته. روز نپریمیر روز ما بهار با از دوشنبه رفتن از همین تاجیکستان به سمت روسیه رفتن نرخ دیسیتینا قیمت میشه. بعد روزای کی ارزان میشه وقتی که نپریمیر کانیکول سر میشد کو کانیکول ما سر میشد. این اومدن از روسیه به سمت تاجیکستان نرخ بعد استوستا قیمت شده رفتن میگیره. همین تابستان نرخ قیمت میشه. یکمی مای با وزیرش با اگر سمت ژوکوفسکی یا اینکه دامادیدو ایرپورتش خرید کنید ژوکوفسکی 3660 سومون دامادیدو 3780. واسه ایرپورت هم هست نه؟ Да. دامادیدو یا بسیارتر ژوکوفسکی میگیرن. ای سببی که تفتیشش کمتر. مهاجران تاجیک در فصل بهار به روسیه میروند و در آخر تیر ماه و اول زمستان به وطن برمیگردند. خط سیر مسکو دوشنبه یکی از راه‌های اساسی سفر مهاجران تاجیک است. شبانه روز در این مسیر تا 7 پرواز اجرا می شود. از دوشنبه به یگان شهر دیگر اینقدر پرواز انجام نمی شود. گرانی بلیط هواپیما بعضی مهاجران را مجبور کرده است که از راه‌های زمینی از جمله با اتوبوس به روسیه سفر کنند. سفر به نقلیات زمینی تا 3-4 روز طول می کشد.
و مهاجران میگویند در راهها بخصوص در بیابانهای قزاقستان عذاب میکشند. این هم در حالی است که روسیه نه به همه آنها اجازه ورود میدهد. رو می‌آوریم با موضوع بین المللی. مارکو روبیو کاتب دولتی آمریکا اعلام کرد که اگر روسیه و اوکراین پیشنهاد جدی برای پایان دادن به جنگ بیش از 3 ساله نکنند، ایالات متحده آمریکا دیگر میان دو کشور میانه‌روی نخواهد کرد. اوکراین و روسیه هر دو به تکرار میگویند خواهان پایان دادن به جنگ هستند، ولی هر دو کشور همدیگر را برای تمایل نداشتن به صلح عیبدار میکنند. دونالد ترامپ از ابتدای رسیدن به قدرت در ماه ینور امسال اعلام کرد که به جنگ در اوکراین پایان می‌دهد. تفصیلات در گزارش میرزانبی خالقزاد. مارکو روبیو کاتب دولتی آمریکا هشدار داده است که اگر روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهادهای مشخص ارائه نکنند، ایالات متحده از میانروی دست می‌کشد. تمی بریوس سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا از قول روبیو گفت وقتی آن رسیده است که دو جانب پیشنهادهای معینی برای پایان دادن این مناقشه ارائه کنند. در همین حال دیپلمات آمریکایی جان کلی در شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را به ادامه خونریزی در اوکراین گناهکار کرده با تأسف گفت که حمله های گسترده این کشور سبب تلفات زیادی ساکنان بیگناه شده است. وی گفت رهبران هر دو کشور باید تصمیم بگیرند که آیا رسیدن به صلح امکان پذیر هست یا نه. و اگر هر دو جانب جنگ را بس کنند، ایالات متحده آمریکا آنها را در راه رسیدن به صلح پایدار پشتیبانی می‌کند. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 29 اپریل در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون ABC گفت فکر می‌کند رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین می‌خواهد به جنگ در اوکراین پایان بخشد. پوتین روز 28 اپریل در پیوند به عید پیروزی در جنگ دوم جهان آتشبس 3 روزه اعلام کرد. اما رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرد که آتشبس 30 روزه اعلان شود. یک سازمان معروف بین المللی حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان و جمع آمدهای آسایشته، تعقیب فعالان و منتقدان و بازداشت‌های خودسرانه و دادگاه‌های ناعادلانه تنقید کرده است. گزارش امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل روز 28 اپریل نشر شد. همکاری ما کیومرث آن را دید و برای شرح بیشتر در ما اینجاست. کیومرث، خلاصه سازمان درباره وضع حقوقی آدمان چیست؟ سلام عبدالمومن و بیننده های عزیز. پیش از همه باید بگویم که گزارش سازمان عفو بین الملل درباره وضع حقوق آدمان در سال 2024 است و کشورهای زیادی را در بر میگیرد، ولی ما امروز بیشتر درباره تاجیکستان گپ میزنیم. تصویر عمومی نمایندگان عفو بین الملل درباره کشور ما این است که سال گذشته تعقیب مخالفان ادامه کرد. فعالان و منتقدان حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل از جمله آنهایی که در خارجه هستند هدف تهدید و تعقیب سیاسی قرار گرفتند. این چنین به گفته مؤلفان گزارش تبعیض زنان و اقلیت یا کمشماران پامیری دوام یافت و زورآوری خانوادگی، شکنجه و مناسبت بیرحمانه و تحقیرآمیز به طور فراگیر در تاجیکستان باقی ماند. آنها با توجه به این حالت تاجیکستان را در قطار کشورهای چون افغانستان و بنگلادش و بلاروس، پاکستان، اتیوپیا و اوگاندا جای دادند. البته عبدالمومن بگذشت 2 روز از نشر این گزارش که برای همه دسترس است، حکومت تاجیکستان هنوز به این سند واکنش نکرده است، اما در گذشته طور در یاد داریم مقامات وضع بد حقوق آدمان را در کشور یک تصویر نادرست نامیده بودند. کیومرث، همچنین نمایندگان حکومت بعضی از تنقیدهای بین المللی را در گذشته بی‌پایه خوانده بودند چون به باور آنها نمونه‌ها یا دلیل‌ها آورده نمی‌شوند. شما گزارش را خواندید. آیا برای اثبات تنقیدها مؤلفان کدام دلیل آوردند؟ اگر هم می شود بعضی از نمونه ها رو در اینجا گفت؟ بله عبدالمومن، مؤلفان برای اثبات گفته‌هایشان چند دلیل آوردند. از جمله به گفته آنها پناهجو بلال قربانعلیف که در سال 2023 از آلمان رانده شد با گناه عضویت در گروه 24 یک جنبش سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم گردید. عفو بین الملل از حبس گروه 9 نفری که از یک روزنامه‌نگار و سیاستمداران و منصبداران پیشین عبارت است به مثل سید جعفر عثمانزاده و اکبرشاه اسکندر و شاکرجان حکیموف و دیگران نیز یاد آورده است که با عیبنامه کوشش تبدلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خود محکوم شده ها و پیوندانشان به این عیبنامه راضی نیستند.
گزارشگران عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال همچنین گفتند که دادگاه در ماه ینوری سال 2024 شهباز شریف بیگ را برای ویدیویی که در آن از زورآوری کارمندان کمیسریت حربی شکایت میکرد به 5 سال حبس محکوم کرد و مقامات در ماه آگوست احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک را با اتهام دادن رشوه برای پیشگیری از بسته شدن روزنامه‌اش بازداشت و سپس حبس کردند. در همین جا باید گویم که تنها نکته‌ای که در گزارش ستایش شده است این سازش مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و بهتر شدن مناسبت‌های این دو کشور همسایه پس از نزاع چند ساله سرحدی است که در گذشته سبب کشته شدن ده‌ها تن از دو طرف گردیده بود و همچنین گزارشگران قبول قانونی را مثبت دانستند که پدر و مادران تاجیک را وظیفه‌دار می‌کند که در پرورش کودک از جمله از جزای جسمانی و زورآوری استفاده نبرند. همین. سپاس کیومرث عطا گزارش سازمان عفو بین الملل را خلاصه کرد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. جنجال 5 ساله دو همدیه از ناحیه واسه جدی شده، عرض یکی از آنها تا امامعلی رحمان فرستاده شده است. ساکن واسه که در یک جنجال جاغش شکسته بود، در یک بحث دیگر دستش شکسته است. او شکایت دارد که پلیس محلی نه تنها عرض او را درست بررسی نکردند بلکه بار خود او را زندانی کردند. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد. هر دینه می‌بینید شکستن اپیراس خدی ساغونا مایده شینن. دستی عبدالکریم دولتبکوفی 43 ساله از دهه گلستانی ناحیه واسه 2 ماه باز شکسته است. وی در این کار همدیه‌اش سبزعلی رحیموف و برادرانش را گناهکار می‌داند و از جریان تحقیق حادثه راضی نیست. خواهش میکنم مثال ای مقام‌دارا ای محترم جناب عالی خواهش میکنم که اگر امکانیت باشه ما بچه می تاجیکستان صدقه وطن میشیم نه دزدیم نه پریستوبنی مقصد همین چاره ما را با اجازت شما مثال مراجعت میکنیم مثال با رئیس شهر رئیس مثال رستم امامعلی در کی مقصد هست مقاماتی که همین روز روشن در 40 تا تماشابین همه بزرگتر جمع شدگی بود. جنجال دو طرف در ماه فوریه امسال سر زده است. ما برای فهمیدن موقع سبزعلی رحیموف با او تماس گرفتیم. گوشی را برداشت ولی پس از شنیدن سوال تلفن را خاموش کرد. یک منبع در ریاست کارهای داخلی منطقه کلوب به رادیو آزادی گفت که قضیه را از روی ماده اوباشی تحقیق دارند. بحث عبدالکریم دولتبکوف با سبزعلی رحیموف و برادرانش از سال 2020 ادامه دارد. زمانی که به ادعای مصاحب ما او برای خلاص کردن جنجال رحیموف ها با یک همدیه دیگرشان عزم کرد، اما شته خورد و 6 ماه را با گناه اوباشی در حبس گذراند. در دهه گلستان در بین بزرگچه همون رفته سبدیم ایدم میرم اون بچه برو اومد دو میبرمد من حقارت میکردی سوس گپ خبه میزد که من دست به جنایت بزنم زورم اومد ملیسا را ویدیوش شون دادگی که جنایت پیشگیری جناب عالی گفت که وظیفه شما محبس کردن نیست جوان را جنایت پیشگیر کنین پیشگیر نکردن زنگ تلفن باوری وزیر در حالی که هنوز خلاصه نهایی در جنجال اخیر اعلان نشده است، عبدالکریم دولتبکوف با توجه به حادثه 2 سال پیش تشویش دارد که این دفعه نیز مراجعت‌هایش به مقامات بی پاسخ میماند. آن زمان به گفته او در یک کشاکش دیگر جاغش شکست و کسی هم جوابگر نشد. حالا او می‌خواهد مقامات حادثه را نه سرسری بلکه موشکیفانه سنجد و به خصومت و کشمکش‌های 5 ساله میان دو همدیه در روستای گلستانی ناحیه واسه پایان دهد. شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از خطر افزاینده شاخه خراسانی داعش به تاجیکستان و کشورهای همسایه‌اش اظهار نگرانی جدی کرده است. شورای امنیت سازمان ملل هم گفته بود که جنگجویان حلقه خراسان اساساً در افغانستان پناهگاه دارند. این اظهارات در زمان نشر شد که شراف‌الدین گدایف با سفر کاری در کابل پایتخت افغانستان قرار دارد. مقصد سفر او تهیه مکانیزم‌های مشترک برای تأمین ثبات و تقویت روابط برادرانه بین مردم دو کشور گفته شده است. با همین برنامه به پایان رسید، ولی اگر خبری تازه رسید آن را همکارانم در سامانه آزادی آرگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام و ایکس و تیک تاک نشر می‌کنند. با رادیو آزادی بمانید.